و اینجا خواهران عزیز، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث در صحیحین است، باره آفتاب در زمان پیامبر میگیرد. خسوف آفتاب میگویند. آفتاب وقتی پیشش رو میگیرد، میدونید روزانه یکی تاریک میشود، یا پیش آفتاب رو ماه میگیرد، یا که زمین میگیرد. وقتی پیش آفتاب رو در زمان پیامبر میگیرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز خیلی طولانی می ایستند و یکی به عقیب گویا که می روند و با دستشان چیزی را به دهان گرفته می کنند در داخل نماز. و اگر دانید نماز خواهران عزیز، گرفتن آفتاب و گرفتن ماهتاب یک کم دیگر است. این نماز خیلی طولانی است. رکوعش هم سجدهش هم 2 رکوع دارد و 2 سجده دارد و قرائتش هم خیلی دور و دراز است که در یک رکعت تا سوره بقره و آل عمران پیامبر خوانده بودند تا آفتاب وقتی که بروسی زتمینیه میگویند، وقتی آفتاب را میگیرد تا تماما آفتاب به خود آمدن پیامبر در نماز بودند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نمازی همون خسوف آفتاب یا آفتاب گرفته را میخوانند، به پیامبر میگن که ای پیامبر الله، ما تو رو دیدیم که در همون جای نمازت چیزی را تناولت، به دهان کردی، سپس دیدیم که یکی خود را به عقب کشیدی. پیامبر میگویند من در همین جایم، یعنی در نمازم، جنت را دیدم و یکی از خوشه های انگور را به دهان کردم و اگر خودی سر انگور را به من داده میشد یا میگرفتم، شما تا بودن دنیا از آن میخوردید. یعنی یک سر انگور جنت برای اهل دنیا تا بودن دنیا چه از کفایه است، یعنی از فراوانی یا از بزرگی نعمت جنت تصور کنید. و سپس میگویند و من در همین جایم، یعنی وقتی که شما دیدید چیزی رو من به دهان میکردم، من خوشه انگور رو به دهان میکردم و وقتی دیدید که من به عقب قدم زدم یا خود رو به عقب گرفتم، من آتش رو دیدم، یعنی ترسیدم. سپس میگویند من تا امروز یگان منظره ای را مدهشتر یا بدواهیمتر از این ندیده بودم. چقدر واهیمناک بود. و سپس چیزی دیگر میگویند سبحان الله، و رأیت اکثر اهلها النساء، و دیدم که اکثر دوزخیان زنها هستند. قالوا بما یا رسول الله، میگن چرا ای پیامبری الله؟ میگن یکفرن، چون آنها کفر میورزند. وقتی گفته میشود یکفرن بالله، آیا اکثر زنها کافر هستند به الله؟ میگن نه، یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان. آنها کفرانی شوهر میکنند و کفرانی خوبی های شوهر میکنند. اگر به کسی از آنها تمامی عمرت خوبی کردی و چیزی رو از تو دید، میگوید هیچ خوبی ندیدم. و همین حدیث رو من پیشتر هم گفته بودم خواهران عزیز که ناسپاسی در زنها، ناشکری در زنها در مایان زیاد است. یعنی در مردها هم هست، البته در مردها هم هست، اما مردها اینقدر به زبان نمی آرن این رو. یعنی ناشکری خود را نسبت زن در همه جا، چون شهامت مردی به این اجازه نمیدید، جوان مردی مردها به این اجازه نمیدید. مردی که در هر جا از بدی زنش صحبت میکند و از بد اخلاقی زنش صحبت میکند، بدانید که نوجوان مرد است، یعنی مردی ندارد. برای اینکه مرد کسی است که اینجا و آنجا از زن خود خبرکشی نمی کند و طلاق را الله به تو داده است به دستت. اگر بد میبینی طلاق ده و نباید نام زن را بد کنی. اما در زنها که طلاق در دستش نیست و میدانید که زنها سلاح بزرگشان دهان است یا زبان است، مایان زیاد ناسپاسی یا گفتیم ناشکری به شوهر و این چونین کمبودی های او را زیادتر میگویم و خوبی هایش را کم. و همین سبحان الله، حتی مسلمان باشید هم، با ایمان باشید هم، 5 وقت نماز باشید هم، وقت نسبت شوهر خود ناشکر هستید، ناشکر یعنی خوبی هایش را نادیده میگیرید. پیامبر چه میگویند؟ من اکثر این گونه زنها را در دوزخ دیدم که پروردگار ما را اصلا از جمله این زنها